ما دیسک فروشکم قطعی استودیوی احمد پروداکشن با همراهی تمام استودیو همکاری دارم. نام استودیوی خودم پاپوتی میدیا. یا استودیو کردم پاپوتی میدیا. کسی کلیپ بکنه همه هنرمندا نمره تلفن خودم مینویسم سرش میتم ای دیگه مخلصا اومد زنگ بزنن. همه مخلصای هنرمندا اومد فقط زنگ بزنن. همه نمره خودم زدم ای نکم باور کن. انا که انا یک زنگ زدن مخلصی کسی دیگه زنگ زد. انا که نگاه. الو. الو. لبای. سلام اکا جان. سلام علیکم. ببخشید شما ذکرالله حکیموف هستین؟ بله من ذکرالله. اکا جان برای چی شما در دوشنبه کنسرت نمیمونه؟ آخی تالارای کاخی جامعه مده مایده خواهری عزیز. یا تالاری کلام باشه که بخوانی یا هنر که نشان دادی یا جای کلام باشه آخی. اینجا مده مایده آخی خیلی کنم. کارخی برباد داریم کو؟ خیلی کاخی برباد و دولتی های اکو واده میخونم کاخی. این کاخی که کنسرت نمونن این مده کاخی وطن کاخی و مده مایده نمیشه. خیلی یا تالاری کلام باشه که هنر تا نشان بدی یک از حلاوت ببره نمیشه. مده خیلی کارا معقول نیست این راستی گفت. اکا جان من بسیار مخلص شما هستم. اگر هم یک سرودتون میخوندم بسیار کار خوب میشه. پرابلم نیست خانم ترا میخونم. همون راهی که پایانش خرسک بزن خواهر جون خرسک بزن که من حالت بیام. همون راهی که پایانش نمیبینم وطنداری. خیلی که آوازم کم ترک گرفتی که خواهر جون یا بالا بکنیم اکا. اکا جان میبخشن شما روزبک فیضلیین؟ این کسی بوده پایین در اومده. لبای اکا جان امی سرودی توبه را یک بار میخوندین؟ توبه کردم به خدا بس دیگر عاشقی یک مینوت اکا میبخشن این سرودی شما نیسته؟ این چه؟ آخه توبه سرودی توبه جان شیرین مکن تو جنگم. اکا جان اگه بگم خفه نشه دیگه با فنگرام آواز تونم خخشه که جیوی خب بزه میخونیم. خیلی که جیوی هم خم آواز جیوی بزه میخونن اما نه. لبای سلام علیکم. سلام علیکم. ببخشید شما جانی بیگ مرادوفین؟ ها بله خواهرم من فرزند جورابک مرادوف. بله گوش میکنم. خیلی خوب. امی یک سرودتون هم میخوندین اکا جان؟ چند قشید که سرود نخوندین؟ کدامی سرود خواهرم؟ همون وای سرودی من این شب میگویی؟ من این شب من این شب راستی که من با فنگرام میخونم جیوای نمیدونم خواهرم. خیلی کوشش کنید یکی میتوانید. من این شو ای خواهرم راستی که کسی باشه بخم بیگار ممکنم بهاده هم نمیرم وزدم در همین دیسکو. الو لبای سلام علیکم. سلام علیکم. میبخشید اکا جان شما مایکل جکسونی؟ مایکل جکسون؟ او دا کنش نه یا مایکل جکسون کنید باشه یک سرود میخونه برابر سرودی خواندگیتون رقص میکردیم. واه مایکل جکسون یا مهو همه تلفن ها معجب همین مخلص های همین حافظ ها رو میکشم بوار که همین هنرمندا را خیال میکنن قطعی خشان گم میزنن. هیچ که قطعی یکم هنرمند گم نمیزنن و کلی تماشابینانه که در دیست تماشا میکنین پاپوتی میدیای من همه این دیسکا رو میبرم. اگه یک در این سالی نویت تمنیات میکنم همه شما همه وقت هنرمندایی که در اینجا سرجمه همه وقت سربلند باشید. با آوازهای اختون یک تاجیکستان نه تمام دنیا را دیونه کنید. یک قرصه که بنابرای سالی نو میزنیم. سال نوتان مبارک باشد برادرها هنرمندا. قدمی مبارک هر یک شما را در این طرف خانه یا بار دیگر نوری دیده تاج بر سر میگیم. خوش آمدم. من امی فکر دارم که در خوردیتان اگر بابای برفی با خونه شما تشریف میبره و با شما طوفان نمیرسید شما چه خیلی گیره میکردید؟ اگر طوفان نرسه به نهایت چیزی دهشتوار گفتی که اگر من کودک باشم کنکریت نگفتی همون که گیره میکردم. توفه بیاره منه توفه که برعکس دوست مراد برعکس چند خیلی خندیده میتونید؟ خندیده؟ لحظه شادی را مقصد آدمه که در جیبکش پول است.
مقصد آدم در یگام حج میخنده مقصد آدم کم کم باشه با مجبور خنده است. خیلی خنده ها هر خیلی میشوند راستی آدم به پول عموما نمیخنده. خشم داد تمنا میکنیم که در سال 2016 دویم کیسه شما پری پول باشد خنده شما گفتی شما خیلی مثل خنده شویرا ما دیس کروشکم قطعی استودیوی احمد پروداکشن با همراهی تمام استودیو همکاری دارم. نام استودیوی خودم پاپوتی میدیا. یا استودیو کردم پاپوتی میدیا. کسی کلیپ بکنه همه هنرمندا نمره تلفن خودم مینویسم سرش میتم ای دیگه مخلصا اومد زنگ بزنن. همه مخلصای هنرمندا اومد فقط زنگ بزنن. همه نمره خودم زدم ای نکم باور کن. انا که انا یک زنگ زدن انا مخلصی کسی دیگه زنگ زد. انا که نگاه. الو. الو. لبای. سلام اکا جان. سلام علیکم. ببخشید شما ذکرالله حکیموف هستین؟ بله من ذکرالله. اکا جان برای چی شما در دوشنبه کنسرت نمیمونه؟ آخی تالارای کاخی جا میمده مایده. جان میبخشید شما روزبک فیضلیین؟ این کسی بوده پنج در اومده. لبای. اکا جان امی سرودی توبه را یک بار میخوندین؟ توبه کردم به خدا بس دیگر عاشقی یک مینوت اکا میبخشید این سرودی شما نیسته؟ این چقدر؟ آخی توبه سرودی توبه جان شیرین مکن تو جنگم اکا جان اگه بگم خفه نشه دیگه با فناگرام آواز تونم خخشه که جیوی خب بزید میخونیم خیلی اکا جیوی هم خم آواز جیوی بزید میخونن اما نه لبای سلام علیکم. سلام علیکم خواهری عزیز. یا تالاری کلام باشه که بخونی یا هنر که نشان دادی یا جای کلام باشه آخی اینجا مده مایده آخی خیلی کنم کارخی برباد داریم کو خیلی کاخی برباد و دولتی های اکو واده میخونم کاخی این کاخی که کنسرت نمونن این مده کاخی وطن کاخی و مده مایده نمیشه خیلی یا تالاری کلام باشه که هنر تا نشان بده یک از حلاوت ببره نمیشه مده خیلی کارا معقول نیست راستی گفت اکا جان من بسیار مخلص شما هستم اگر هم یک سرودتون میخوندم بسیار کار خوب میشه پرابلم نیست خواهرم درا میخونم همون روحی که پایانش خرسک بزن خواهر جون خرسک بزن که من حالت بیام همون راهی که پایانش نمیبینم وطن داری خیلی که آوازم کم تره گرفتی که خواهر جان یا بلا میکنی بکن یا مایکل جکسون کنید باشه یک سرود میخونه برابر سرودی خواندگیتون رقص میکردیم مایکل جکسون یا همه تلفن ها معجب همین مخلص های همین حافظ ها رو میکشون باور که همین هنرمندا را خیال میکنن قطعی خشان گم میزنن هیچ که قطعی یگام هنرمند گم نمیزنن و کلی تماشابینانی که در دیست تماشا میکنن پاپوتی میدیای ما همه این دیسکو رو میبرم اگه یک در این سالی نویت تمنیات میکنم همه شما همه وقت هنرمندایی که در اینجا سرجمه همه وقت سربلند باشید با آوازهای اختون یک تاجیکستان نه تمام دنیا را ببخشید شما جانی بیگ مرادفین بله خواهرم من فرزند جورابک مرادوف بله گوش میکنم خیلی خوب امی یک سرودتون هم میخوندین اکا جان چند قشید که سرود نخوندین کدامی سرود خواهرم همون وای سرودی من این شب میگویی من این شب من این شب راستی که من با فناگرام میخونم جیوای نمیدونم خواهرم خیلی کوشش کنید یکی میتوانید من این شو ای خواهرم راستی که کسی باشه بیگار میکنم بهاده هم نمره رو زدم در همین دیسکو الو لبای سلام علیکم سلام علیکم ببخشید اکا جان شما مایکل جکسونین مایکل جکسون؟ او دا کنش نه